فرهنگ چیست؟ فرهنگ یعنی عذرخواهی نشانه ضعف نیست. فرهنگ یعنی کینه‌ورز نباشیم. فرهنگ یعنی لباس گران قیمت نشانه برتر بودن نیست. فرهنگ یعنی بجای قدرت صدا قدرت کلاممان را بالاتر بریم. فرهنگ یعنی لقب‌های ناپسند گذاشتن برای دوست نشان صمیمیت نیست. فرهنگ یعنی هر کتاب یک تجربه است. تجربه هایمان را به اشتراک بگذاریم. فرهنگ یعنی وجدان کاری داشته باشیم. فرهنگ یعنی چشم و همچشم را کنار بگذاریم. فرهنگ یعنی تفاوت نسل ها را درک کنیم. فرهنگ یعنی آزادی ما نباید مانع آزادی دیگران شود. فرهنگ یعنی به دیگران فریاد نزنیم. فرهنگ یعنی برای دیگران دعا کنیم. فرهنگ یعنی به اندازه از دیگران سوال بپرسیم تا دروغ نشنویم. فرهنگ یعنی در غایب کسی را سوژه غیبت قرار ندهیم. فرهنگ یعنی در جمع از کسی سوال شخصیش را نپرسیم. فرهنگ یعنی کتاب بخونیم. فرهنگ یعنی زود قضاوت نکنیم. فرهنگ یعنی سرزنش نکنیم. فرهنگ یعنی با والدین و فرزندان و دوستان با احترام برخورد کنیم. فرهنگ یعنی گذشت کردن، بخشیدن. این است فرهنگ.